در شهر خوجند مسابقه کشاد ولایتی عاید به شناوری بین نورسان برای دریافت جام رئیس ولایت سوخت به انجام رسید. در مراسم پوشیده شوی این چهاربینی ورزشی رهبریت ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت اشتراک و سخنرانی نمودند. گفته شد که این مسابقه بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت با مقصد ترغیب طرز حیات سالم و جلب کودکان و نورسان و جوانان به ورزش راهاندازی گردید. با غالبان و جایزه‌داران مسابقه مدال و افتخارنامه، جام و تحفه‌های خاطروی رئیس ولایت سوخت در فضای تنتنوی سپرده شدند. بین پسران علی محمد قربانوف، میرزا رستم میرزا محمد، اسکندر خواجه‌زاده و عبدالرحمن اوچیلوف، همچنین بین بانوهای یاسمینه قربانووا و صبرینه و صوفیا غوزیوها ورزشکاران بهترین مسابقه دانسته شده با جام و تحفه‌های خاطروی رئیس ولایت سوخت قدردانی کرده شدند. نمود شناوری نیز یکی از نمودهای معمولی ورزش در کشور به حساب رفته. دوستداران و هواداران این نمودی ورزش روز از روز زیاد گردی ایستاده است. هدف از برگزاری چنین چهاربینی‌های مذکور این پیش از همه تحکیم طرز حیات سالم، عامه‌وی گردانی ورزش، مستحکم نمودن رابطه دوستی، دریافت نمودن چهره‌های نو ورزشی و با این وسیله استقبال سزاوار جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. مورد به ذکر است که در این چهاربینی ورزشی که دو روز ادامه یافت، بیش از 100 نفر ورزشگر نورس از شهر و ناحیه‌های ولایت اشتراک نموده در نمودهای طرز آزاد، برس و پوشناکی شناکنی ملکه مهارت خود را نشان دادند. من خرسند هستم که برای ورزشکاران چنین مسابقه تشکیل کرده شده است. من در این مسابقه در دو نمود برآمد کرده جای اول را گرفتم. این مسابقه برای ما امکانیت می‌دهد که به مسابقه بین‌الخلقی آماده شویم. مورد به ذکر است که نمود شناوری در ولایت سوخت سال از سال رشد و رواج یافته ایستاده است. در این نمود کودکان و نورسان و جوانان منتظم به машқ و تمرین مشغول شده در مسابقه ها فعالانه اشتراک می‌نمایند. Я 7 лет занимаюсь плаванием и несколько лет уже участвую на таких международных или закрытых соревнованиях. Мне очень нравится плавание. Такие соревнования поднимают наш опыт, и мы становимся более серьезными и более сильными. В дальнейшем мы постараемся участвовать в больших соревнованиях, чтобы стать сильнее и участвовать на олимпийских соревнованиях. یادآور می‌شویم که این مسابقه‌های ورزشی برای دریافت جام رئیس ولایت سوخت به یکی از مهمترین چهاربینی‌های ورزشی سال جاری در ولایت سوخت تبدیل یافته در تحکیم طرز حیات سالم، رشد ورزش عمومی و بلند برداشتن حس وطن‌دوستی و افتخار ملی میان ساکنان و خصوص جوانان سهم نظر است خواهند گذاشت.